حرارت بس 100 تا 400 گرادوس میرسه. بعد این میشه سیم در این حرارت اسپوت میشه. сварка тақрибан аз 2 تا 3 секунда. Як точка аз 2 تا 3 секунда. Не, че олова. Олова或дигар чизҳо ҳаст, дигар тамом аст. 大家看一下，使用它过程当中，这个口这样对着人是不对的。 وقتی که این استفاده میبریم، وقتی که در دست میگیریم، باید همین طرفی که حالا میبروید سیم آدم نباشه. باید فرق نداره که دوره یا که نزدیکه. 因为它出来的火的温度非常高，对人非常危险。 یکی نسوزده این چی را دیدم безопасно. 就平时也不要拿它来打闹。 وقتی کار کنیده از یکدیگر قطع شوخی یا که به دست رسیدن این خیلی کار نکنید. 大家看到这是英文，这有一个 close。 اگر دیده باشین در رگولاتور به انگلیسی نوشتگی محکم کردن. 平时的话，我们这是朝这边现在已经是关紧了，朝这里就给拧一下，这样。对，这是拧紧的，就这样的话气体出不来，是安全的状态。 این وقتی که محکم کردیم گاز دیگه نمیبره. وقتی که بوی کردیم گاز اینجا میبره. 对，这是我们如果我们使用好了放到这儿的时候，要确保这个是拧紧的状态。 در وقتی که کار که ما تمام کردیم باید حتما یک بار از نظر بذاریم محکمه یا که برای گاز بره بسیار چیه. 而且我们如果学习结束之后，我们可以把它放到阳光下面的位置。 و یک چیز دیگر در وقتی که ما کار را تمام کردیم باید نور در بیرون نور افت باید نرسید. گاز پس اون وقتی کاری نیست.我们现在的话，我给大家演示，先是打开。 باز من نشون میدم یکم حال فیل میکنم.这个拧动了，就是这儿已经这个阀门是开启的状态。 وقتی که روی کردیم گاز بالا میره. 可以稍微多一点，这样的话看到了吧？ نقطه میگیریم. 这个我们按照下面的位置。 Фиксация балоги барои фиксация мо 这个火焰的大小通过这儿来调节，大家可以看到。 ҳарорати мисол алло ба клапан пасти ба ман мекунад. 所以它一定不可以对着人。 бо як бор эҳтиёт кунем рӯ ба рӯи муқобили одам бояд чӣ накунем. 大家看到大概是这样的火焰，先给它进行一个预热。当我们拿着枪的时候，通过远距这就不需要调节它了，通过远和距离这两。 ҳарората регулировка кардан барои ба клапанеру ба масофа мешавад. 大家可以看到它发生了颜色的变化。 رنگش کن تا سفید میشه وقتی که گردش میشه. 这就可以了。 سفید کشید میکنیم سفید. 对角的方向。 احتیاط کنیم باید مقابلی دیگر میشه. وقتی که محکم کردن یک بار دیگه تیمچه را زیر میکنیم. 一定不能忘记了。 این کلاپانه محکم میکنیم. 这个时候不要碰它，它非常非常温度高。 احتیاط کنیم و دست نکنیم. این میدمی چند دیامتر باشه تا مخاطب میگیریم. یا وقتی وقوع محکم شد. وقوع محکم شده دیگه. 这个位置尽量不要碰，确保它是关紧。 حتما بعد این کار تمام رسیدن حتما محکم میکنیم. 如果现在碰它这个手套就会烧坏。 دست پس قد نمیخوابیم یا چی نشه. 还有这个也不要碰。 نمیخوابیم. ببینید پولنستی همه چیز سوارکشی. یک نوع سوارکشی که نمیبینیم. بعد از نش میکنیم. عجیبه بود. خودش شما نمیدونید. زوره. وزن اوشد درون می‌دونید. 我给说一下，刚才有的同学是否看到了这个锡丝融化了？ اگر دیده باشین همین سیم پاپ شده این طرف. این ببینید سیم بسیار کم کک بسیار نشید کم ککش آب شد
درگیر دیمی چوکا محکم کردن میده دیگه شه محکم شید.它是咱们都是学传热的，大家会懂这个原理。 ما از بس که گرمی رو بگذاریم دفعه ما 这个吸丝是在这个温度，我们是用了毛细现象动خوبی لگیده. 这一点的温度是现在这个里面温度最高点。我拿着这个焊浆的位置，这一点的温度是现在这儿的温度最高 این 点。 طرف برای که ما قطعه این طرف استاجوش 这点的温度是现在的温度最高点。 این طرفی که ما علاوه می‌داریم تمپراتور همه بلنده. این بسیار کندیشنر رو خود زمان در خارج ما شامل خب لیوان میسوزه سیمیتی و اینجا حرارت پست‌تره. 它融化之后，它就朝着2个方向同时来。 موافق قانون فیزیکا همون سیم وقتی آب میشه طرفی گرمی میده و میره. 所以大家不用管这边，我们在这个位置，一般停1-2秒的1-2秒的时间，它就流过来了。 همین وقتی که آب شید همون مدت 1-2 ثانیه ده خودش دویده میره. 它就会朝2个方向同时填满了。 همون چیزش 180 گرادوس این طرف 180 گرادوس این طرف باید در کار نیست رگولировка کنه. همون که آب شید خودش میده و میره برای که اینجا گرمتره میکشش. 对。تماس خواهد نمیشه. کدام؟ طرف خودی سیر. 他说那个这边会空的呢。 不会的，它这个会，它这里面空隙很小，它就会填满了。 وقتی میگه ما کمتری میگیره همون موندگیش همونجا آب میشه و محکم میکنه. 我们真正的这个要求的话，只能有1个焊点，只能有这1个地方是焊点。 در وقتی که سرکه میکنه موافق قانون باید 1 تا توچکا باشه 1 تا نقطه سرکه باشه. 看到那种亮晶晶的， اگر که ببینید اون 这个里面空隙。 میتونیم ببینید همون جویستیک ده روشنی داره بلسک داره همون بلسک همین سیمه. 你们可以自己拿一下， میتونیم بگیرید درست؟ 还可以。 اگر که неправильно باشه بود وقتی بردن در کار. بیاگرو. 他说如果是弄错的话怎么办？比如没有完全那个留好了。在咱们初期的话是可能的，所以你们如果要是后面，老师领着你们实习的话，可能会做一个，相对闭合的一个管道。咱们后面肯定要是打水啊或者用气来试压。 وقتی که ما سرکه کردیم ممکن که ما اکستند بسازیم اگه مبلغ بکنیم ما میتونیم یا که خوب استفاده بریم یا که می هوا را کمپرس کنیم بسنجیم که میبرای یا که نمیبرای 一开始的话出现那个问题很正常。所以它是怎么解决的？那解决的话那就证明你焊的不合格。然后能纠正错误吗？它是这个意思。多加练习。它意思是能重新那个。如果要是说从咱们工作来说的话，就不可以了。اگر ایشان بگیریم برای سوپشن. ممکن نیست. لیکن اگر که مثلا 一个焊点。مثلا اگر که چید نه اگر که چیشید یه بار دیگه گرمش میکنید. اگه پافتور ممکن نیست. ممکن نیست که استاندارد برای سرکه یک بار اجازه میتونه. است. ایخ چگو میکنه چیزای فیزیکی. نه که برای خونده وقتی که چند بار بگویی که استفاده برام خیلی میشوم بکنید. وقتی خوندن درسای عملی گذاشتن. نه که در وقتی کار ممکن نیست. یک بار. این مرتبه سرکه چون که نشده استفاده کنم. رو میتونه تعلیش میکنه. از اون صحبت کنم چون